تقریبا سال 1979 همراه جلال اکرامی استاد جلال اکرامی سفر بخارا نمودم و رفتیم به بخارا. همون در پاییزد من کتاب نرشخی رو داشتم به حروف فارسی تاریخ بخارا. همون ورق گردان میکردم و مهر اسماعیل سامانی در دل من میجوشید. وقتی که به بخارا رفتیم در اونجا جای گرفتیم، نخستین کوششی که بود همون دیدن مقبره اسماعیل سامانی بود. استاد خیلی خسته بودن، کوشش بر آمدن نکردن. من باشم طاقت نکرده بر آمدم و همون نزد مناره کلان و مسجد دیوانبگی و این بعد این مروز بود. همون پرسیده بی راه بلند خودم خواستم که مقبره اسماعیل سامانی و آرامگاه اسماعیل سامانی رو پیدا کنم. وقت به وقت شد، برگشته آمدم. وضعیت استاد خوب نیست، عصبی شده، گمان کرده ما راه گم زدیم. گفتم استاد من اسماعیل سامانی رو گفتم، میخواستم ببینم. بعد خندیدن و زیارت اسماعیل سامانی رسیدیم و از همون دم مهر نوشتن رمان در دلم پدید آمد و من مواد گرد آوردم، سفرها کردم. من تقریبا 5 مرتبه به همون جمهوری ازبکستان و ترکمنستان و ایران و ترکیه و سفرها کردم. به اون جایی که قدم اسماعیل سامانی رسیده بود دیدن نمودم. مثلا از امول، از فراب، از زم، شهرهای نیسا، مرو، نیشاپور، بخارا و سمرقند و نوایی و کیش و مثلا نقشه و این نصف میگویم قرشی، همه رو من قدم به قدم گشتم. مواد زیادی کاری گرد آوردم. و 3 سال به جای رسید و در دستگاه پرزیدنت کار میکردم. سال 1996 یک دستور شد که همین درباره جشن اسماعیل سامانی 1100 سالگی اسماعیل سامانی یک فرمان صادر شود. این سال 1996 بهار بود، ایام بهار بود. ما را نیاز سفر سرمشاور پرزیدنت گرد آورد و همه علمان و اکادمیک ها یک جا فراهم آمدند. اینجا علمان بسیار مشهور، مثلا اکادمیک نعمتوف، اکادمیک مختارов، اکادمیک معصوف، اکادمیک یعقوبوف دیگران بودند. مقصد همین بود که ما آرمان جشن اسماعیل سامانی را داریم و همون اندیشه اهل علم و اهل فرهنگ چی است. در اینجا بحث بالا گرفت. بسیاری ها راضی نبودند که سال 1999 جشن اسماعیل سامانی رو پیش بگیریم. بعضی ها میگفتند که دوره پایان یابی خاندان سامانی سال 2005 است، یعنی عرفه به پایان رسیدن دولت دوره و پسین پادشاه سامانیان ابو ابراهیم منتصر. بسیاری ها به این ضد بودند، میگفتند که سال 99 پایان رفت. اکثریت میگفتند که همه مناسبت ها تیز و تند میشود، در کار نیست همین جشن نگرفتن. خلاصه بحثی بسیار شد، 3 ساعت زیادتر دوام کرد و یک خلاصه آمده نتوانستند. بعد سفر نیاز ما را گرد آورد و همون نزد جناب عالی در آمدیم و اندیشه ها را گفتند که همین خیل علما اکثرش دستگیری ندارند. بعد پرزیدنت با همون جسارتی که دارد، با همون جوانمردی که دارد فرمان داد. گفت که فرمان تیار کنید، من امضا میمونم. همش خودم جواب میدم. فرمان تیار کردیم، فرمان 1100 سالگی جشن مثلا دولت دوره سامانی‌ها. همونجا باز یک بار دیگر همین مهر در دلم جوشید و نوشتن رمان اسماعیل سامانی رو من سر کردم و تقریبا 100 صفحه نوشتم. دیدم که همون رمان موافق درخواستم نیست و نوشتن رمان اسماعیل سامانی رو خفا پرداختم. من نمیخواستم که چیزی نویسم که مثلا همون درخوری همون واقعه های دور باشد. باید چیزی نو آفریدن لازم بود، چیزی که بار زمان بکشد. بعد چندین 10 ساله ها به همین قرار آمدم که 2 خط تصویر باید باشد. خط تصویر 1100 سال پیش دوره اسماعیل سامانی، دوره دولت سازی اسماعیل سامانی، مبارزه های اسماعیل سامانی، تلاش پیکار اسماعیل سامانی برای تأسیس دادن نخستین دولت تاجیکان و دوم دوره سالهای 90، یعنی دوره استقلالیت و وارستگی و آزادی و مثلا صاحب استقلالی
که در این دوره مثلا تلاش و پیکارها باز سنگین‌تر بود و من به همین قرار آمدم که خیر 1100 سال پیش هم در محیط جغرافی اطراف ما از بخارا اون طرف غوزها زندگی میکردن، غوز و آغوزها در طرف قسمت شمال غربی. در قسمت شمال شرقی قبیله های مثلا ترکتبار در بلاساغون و قوتن و اسفجاب و اون طرف ها، قبیله های ترکتبار مثلا یغما و چگیل و دیگر قبیله ها زندگی میکردن و همون فضا حاضر هم ماندگی هست. همون فضا هست. همون فقط محدوده تاریخی جغرافی ما بعد 1100 سال تنگتر شده است و همون فضا، همون محیط، همون تلاش ها، همون پیکارها برای همین من رو آوردم و نوشتن رمان اسماعیل سامانی از دو خط تصویر 1100 سال پیش و خط تصویر سالهای 90. مثلا اسماعیل سامانی وقتی که به کرمینه می رود او همگی 400 نفر سپاهی داشت، 400 نفر عموما همسفر داشت. بله. از این 200 نفرش خدمتگارا بودن، مثلا همون سعیس و ندیم و دخترخواندار و دیگر و 200 نفرش همگی سپاهی بودن و خزینه کافی هم زیاد نداشت. وقتی که اینو به همون والی بخارا فرستادن، حاکم بخارا از جانب برادرش نصر سامانی و او در کرمینه در ماند و نفرانی که ایرا دعوت کرده بودن به نام عبدالله فقیه آدم فرستاد که ما در کرمینه آمدیم، ما را پیشواز گرید. ابو عبدالله فقیه نبرآمد به پیشواز، گفت که وضعیت بخارا خوب نیست، من آمده نمیتونم. اسماعیل سامانی جوان تقریبا 24-25 ساله بود، در حیران چیکار کند با این 200 سپاهی و این نمیتونست که به مقابل مثلا محمد خارجی که این دستنشان یعقوب لیث دشمن اشدی سامانیان بود به مقابل او براید. برای همون حیران ماند. برادرش ابو زکریا را با 200 سپاهی بهترین لباس ها را پوشاند، لباس های شاهانه با او پاداش داده بود، جامه و اسب و دستار و پرچم را داد در دستش، پرچم دولت سامانیان را. فرمان همون به معاونی یعنی به جانشینی تصدیق کردن محمد خارجی، محمد حسین خارجی را بر دستش داد و گفت بیره و پیغام بیباکی این نامه را بیته و کوشش کن که معاونی ما را قبول کند. و محمد خارجی و محمد حسین خارجی تقریبا 3,500 سپاهی داشت. این از جانب یعقوب لیث دستنشان شده بود. 9 ماه پیش این یعقوب لیث به بخارا لشکر کشیده بود. وقتی که برادرش نصر ابن احمد به مقابل یعقوب لیث لشکر فرستاد، لشکر پیشو هم شکست خورد. اینها گشته به بخارا آمدن، فرار کرده. حاکم بخارا احمد ابن عمر گریخت، نامعلوم بخارا را پرتافته گریخت و بخارا به دست مثلا همون نمایندگان یعقوب لیث رسید. و انا در همین حالت، در همین وضعیت دشوار، مثلا اسماعیل سامانی همچون سیاستمدار، همچون مرد زیرک از کرمینه به بخارا 2 مراتب 3 مراتب آدم فرستاده حسین خارجی را راضی کرد که جانشین این باشد، جانشین حاکم بخارا باشد. و او فرمان همون داده اسماعیل سامانی را در بالای دست و واسطه همون جارچی ها پهن میکرد. پرچم اسماعیل سامانی را برداشته میگشت و اسماعیل سامانی از کرمینه نبرآمده علاقه خطبه را به نام خاندان سامانیان به نام نصر سامانی خواندند. خطبه از نام یعقوب لیث بیرون گشت و اسماعیل سامانی با سر بلند به بخارا در آمد که حتی تاریخ نگاران می نویسند، نرشخی می نویسد که در پیش پایش تنگه و نقره، تنگه های نقره و طلا و گل نثار میکردند. و شما این تصویر رو در خط اولی بله این کتاب انا ببینید واقعی دیگره، واقعی زمان مورم. وقتی که مثلا در دوشنبه جنگ و جوش تلاش ها دوام داشت، شهر دوشنبه
در میون 9 دسته سلاحداران تقسیم شده بود. بله. و آنقدر نوآرامی بود که هیچ کس نمیدونست که پگاه چی می شود. وقتی که سسیه 16 شورای عالی بعد 20 روز برگزار شد، در این ایام نماینده ها از دوشنبه آمدن می هراسیدند. می گفتند که دولت شما دولت 10 روزه یا 1 ماه هم نیست. برای همون آنها پنهان می شدند، نمی آمدند، منصب را قبول نمی کردند و به همین نگاه نکرده یک بابی همین رمن اسماعیل سامانی حامی دوشنبه است. یعنی بعد همون سسیه با سربری پرزیدنت مثلا نمایندگان نخستین حکومت به دوشنبه آمدند. یعنی اینها دوشنبه را صاحبی کردند. دوشنبه ای که مثلا از قسمت در مرکز به 9 دسته جنایتکاران تقسیم شده بود و 10 دسته های دیگر در اطراف دوشنبه بودند و در این ایام مثلا به دوشنبه آمدن این خطر جان را داشت. این یک همانندی دارد، یک شباهت عجیب دارد و در همین رمان همین من پرالیل تصویر کردم. یعنی آمدن اسماعیل سامانی به کرمینه، از کرمینه به بخارا با نام درود بخارا و آمدن مثلا امامعلی رحمان پرزیدنت جوان مملکت که بعد 2 هفته به دوشنبه می آید از خوجند، این با نام حامی دوشنبه. یعنی همین خیلی حالت های پرالیلی در رمان آمده است که گمان میکنم کوشش کردم که همین خط تصویر همدیگر رو پورا کنند. خط تصویر تاریخی 1000 سال پیش و خط تصویر تاریخی مثلا درست سالهای 90 1000 سال بعد، 1000 سال پس، 1100 سال پس. یا مثلا یک واقعه دیگری هست که سویقصد نام دارد. به جان اسماعیل سامانی سویقصد میکنند. در عرب در خوابش، در دوره خوابش، در بستر خوابش سویقصد میکنند و این رها مییابد با یاری همون یکی از نفران پاسبانان نزدیکش صادقش. و در باب دیگر نام دیگر است که این هم سویقصد نام دارد. سویقصد به جان جناب عالی در خوجند سال 1990 در خط دیگری تصویر. یعنی اینها پرالیل آمدگی هستند، پای در پای آمدگی هستند، حادثه های هستند که همدیگر را پورا میکنند. یعنی شباهت های جزئی هم داشته باشند، شباهت های عمومی هم نداشته باشند، لیکن واقعه های هستند که مثلا ماندگار هستند، تاریخی هستند، حادثه های خاطرمون هست. گفتید بار اول وقتی برای نوشتن اسماعیل سامانی کمر همت بستید، مثل که قانع نشدید و از خود راضی نبودید و برای فردا بگذاشتید. اینک اسماعیل سامانی تصویر یافت، کتاب اسماعیل سامانی به پورگی به انجام رسید و عنقریب به دست خواننده می رسد. وارسته شده استاد؟ تخمینا سال 1998-97 رمان اسماعیل سامانی رو سر کردم. گفته؟ تخمینا 100 صفحه نوشتم. گفته؟ 100 صفحه نوشتم لیکن همون در خورد من نشد. چرا استاد؟ همون سر نآمد. گپی تازه کم بود. من همون گپایی را آوردم که تاریخ نگاران مثلا نرشخی، گردیزی یا دیگر ابن اسیر یا دیگران گفتند درباره همین اسماعیل سامانی. مثلا چخیر به بخارا اومد، چخیر مثلا همون حسین ابن محمد ابن حسین خارجی قطعی سر و کار گرفت، چخیر محمد ابن حسین مثلا اسیر کرد. در اینجا من چندین سیماهای دیگر من از خاندان بخار خداتا علاوه کردم. این یکیش مهوشک است. مهوشک این از خاندان خاتون بخارا هست، از نسب خاتون بخارا هست که در کارنمایی، در جسارت مثلا ابرازها رو زیباتر میکند. من حتی نقشه داشتم که وقتی که همون مهوشک تصویر میکنم خواستم که همین مهوشک یکی از معشوقه‌های اسماعیل سامانی باشد. ولی از بس که من تمام تاریخ نامه ها رو ورق زدم و با اکثر همون تاریخ نگاران هم صحبت شدم، کسی درباره زن اسماعیل سامانی معلومات ندارد. زنش کی بود؟ میدونن که 4 فرزند داشت، لیکن نمیدونن که از کدام زنش بود، چند زن داشت. برای همین من خفا گشتم، گفتم که همین داغدار نکنم سیمای اسماعیل سامانی رو که مرد بسیار پرسو و پاک است. برای همین او را همچون یک فرزند دوست می‌دارد
هم مهر دارد به مهوشک و او را با یکی از زیر دستانش نکاح کرده داد و این مهوشک یک سیمای هست که مثلا در تصویر همون رمان یک شخصیت خیلی جسور بی‌باک سپاهی هست. مثلا وقتی که به مقابل یعقوب لیث لشکر میکشد او فرزنددار شدگی بود. اسماعیل سامانی میگوید تو نو کودک کردی، او اسب سوار میشود و به جنگ رفتنی میشود. میگوید آخه تو کودک کردی، تو کودکت پرتفته نرو. میگوید کودک من بابا دارد، ماما دارد و اسب به همون رود جهان جهانیده به جنگ وی میرود، به جنگ امر لیث میرود. یعنی که همیشه بی‌باکی ها دارد همین دختر که یک سیمای خاطرمان است که از همون نسب خاتون بخارا بودنش در پیدا می شود. همیشه سیماها هستند. این سیمای بافتگی من است و دختر محمد بخار خدات است. آخرین نماینده همون خاندان بخار خدات ها هست و اسماعیل سامانی با زیرکی مادرزاد مثلا همین رو طرف خود جلب میکند. اما اینو رسم و نمایش های عنعنوی ما رو نگهبان می شود و مثلا در جشن چوگانبازی، در جشن نوروز چوگانبازی تشکیل می کند. ابو محمد بخار خدات و دیگران رو دعوت می کند و این مهوشک با لباس مردانه در چوگانبازی چوگان نخستین گویا می زند، نخستین شده. ابو محمد نمیشناسد دخترش و حیران میماند که این جوان کی است و آنها دستگیری نمیکنند چوگانبازی را. اون وقت سیر گلی لولا نام داشت. نوروز برهم زده بودند. قتیبه نوروز برهم زده بود. ابن قتیبه وقتی کلاه از سر مهوشک میگیرند و موی سرش میفروید، قدرش حیران میماند که این دخترش این قدر وی بود است و چوگانبازی عنعنه دیرینه ما بود. همون مثلا رزم‌آرایی و چوگانبازی و عید نوروز اسماعیل سامانی مثلا زنده کرد. یکی از خدمت‌های بزرگ اسماعیل سامانی این پاس داشتن زبان مادری هست. در دوره که اسماعیل سامانی به تخت و دولت نشست، در اون دوره مثلا در تیصفون علاقه زبان پهلوی از میان رفته بود. 200 سال رکود میگویند، 200 سال سکوت میگویند که بجای این زبان عربی آمد. زبان عربی در مصر رویج گشت، در سوریه رویج گشت، در عراق رویج گشت، در عراق عجم و در تیصفون در قسمت مثلا شرقی دولت سامانیان، دولت ساسانیان هم علاقه زبان عربی پدید آمده بود. اسماعیل سامانی که از نسب سامان خدات و از بلخ بود، برای همین وقتی که زبان همین ادبی، زبان مثلا اهل اختر و زبان ادبی فارسی دری میگویند یا دری تاجیکی میگویند، همین زبان در کارگزاری رویش کرد و محض در دوره اسماعیل سامانی کارگزاری رسمی، کارگزاری دولتی با زبان همین نوی تاجیکی یعنی فارسی دری تاجیکی رویج گشت. این یکی از خدمت‌های بزرگ اسماعیل سامانی بود که توانست رسم و آیین، عنعنه، زبان و دیگر سنت‌های ملی ما رو نگاه دارد، پشتیبانی کند. بله. سلام باشد استاد. واقعا اینجا شما گفتید که چی دشواری ها داشت، تصویر سلسله واقعه های 1100 سال پیش و واقعه های 1100 سال بعد، اما با وجود نوشته شد با همه دشواری ها، با همه گرفتاری ها رمان به انجام رسید. سال آخران چگونه به انجام رسید؟ تاریخی به انجام رسید، طبعا با فقط دلیل های تاریخی، و یا آنگونه به انجام رسید که مؤلف میخواستند. چون حاضر ما کتاب رو به دست نگرفتیم، ما زیر ما مطالعه نکردیم، نمیدونیم که چگونه شروع شد و چگونه به انجام رسید. کار به نهایت مشکل بود، چون که جنبست دو دوره، بار دو دوره در یک رمان جو کردن، بار دوره 1100 سال پیش و 1100 سال بعد
یکی دوره استقلالیت نوین و دیگر دولت سازی اسماعیل سامانی و تصویر دو شاه ستون دولت دوره تاجیکان اسماعیل سامانی و پرزیدنت نوین تاجیکان پرزیدنت جوان تاجیکان امامعلی رحمان اینها همان پیشوای دو دوره بودند یعنی راهبلد راهنما پیشکار و پیشوای دو دوره بودند که مثلا همون در همین دوره های دشوارترین ملت ما را توانستند راهنمایی و هدایت کنند. برای من مخصوصا همین دوره نوین دوره 1300 سال بعد بسیار دشواری ها داشت چون که نظر گوناگونی در اطراف این مسئله بود. ده ها نفر سیاستمداران به این واقعه ها رو آورده بودند. مثلا تفرعلی کنجایف رمان تبادل 3 کتاب دارد. مثلا اصلیدین صاحب نظر صبح ستاره‌کش 2 کتاب دارد. شادمان یوسف کتاب دارد. رحیم مسلمانیان کتاب دارد. همه آنهایی که در همین واقعه ها شرکت داشتن اکثرش همون اثرها را نگاه خود را دید خود را بهای خود را دادند. یا نصرالدین ترکیش گفتگی کتاب دارد. همه اینها را من گردآوری کردم آموختم جنبه های مهمشون روی خط کردم نوشتم از 1000 واقعه مثلا 10 واقعه اون رو انتخاب کرده مثلا به همون حادثه های تاریخی نزدیک کناندم به همدیگر موافقت کناندم پیچاندم به همدیگر سازگار آمدن حادثه های تاریخی و حادثه های نوین. من مثلا 2 مثال آوردم اگر خواهید باز مثال میارم. مثلا واقعه با گشادن هیکل اسماعیل سامانی پایان میرسد سال 999 از آغاز همون تلاش ها برای هیکل سازی برای همون مقام چقدر تلاش ها می شود و رمان با همون گشادن هیکل اسماعیل سامانی پایان می آمد. چقدر دشواری ها بود برای همین دولت سازی ها. مثلا سفرهای پرزیدنت به پامیر سفرهای پرزیدنت مثلا به خواستگاه افغانستان برای صلح و سازش چقدر از خود گذشتن ها بود. همین رو آوردن و تصویر کردن و مثلا پیشانیدن و با سیاست دولت سازی اسماعیل سامانی برای سرکوب سازی هجوم تنکوش و همسرش خاتون بخارا که 15,000 را اسماعیل سامانی اسیر گرفت در جنگ اسفجاب. یا مثلا در مقابل امر لیث چقدر لشکر کشید. او اونقدر زیرک و اونقدر مشهور بود که وقتی که احمد دراز محمد بیشر و دیگر سرلشکران امر لیث رو اسیر گرفت در نبرد آنها رو آزاد کرد جامه پوشانید. مثلا همین رفتار پرزیدنت ما هم در همون پامیر در سفر پامیر یک مانندی دارد. وقتی که در سفر پامیر با همون لیدرهای سیاسی همون دوره میخورد آنها با همون دشمنی با اتومات پیشواز میگیرند. جان همه می‌لرزد که حاضر همین تیر میکشویند گفته. لیکن پرزیدنت با خوش‌زبانی با زبان شیرین با دلیل‌های قاطع آنها را قانع میکند. آنها تسلیم میشوند. آنها سر فرود میآورند. حتی همون پاسبانی مرد بردوش میگیرند. پاسبانی مرد افغانستان را بردوش میگیرند که ما با همین سپاه و سلاح همون مرد حمایت میکنیم. این یک عمومیت دو شخصیت است. برای مثال همین به تصویر آوردن مثلا خیلی واقعه های دور هر خیلی بهاگذاری میشود لیکن در همون دوره مثلا سال 96 97 همین حادثه ها روی دادن. همین را جنبست کردن و مقایسه کردن بسیار دشواری ها داشت. مثلا اسماعیل سامانی وقتی که جامه میپوشاند خود همون نزدیکانش میگوید که آخه اینها برای کشتن ما آمدند. تو چرا اینها را آزاد میکنی احمد دراز و بجای آنکه اینها را مثلا تنبیه دهی سر بزنی جامه پوشانیده میفرستی. اسماعیل سامانی میگه پاسخ اینا بد میبینید. وقتی که اسماعیل سامانی با مقابل امر لیث میرود همون احمد دراز همون آدمایی که جامه پوشیده بودند به جانب اسماعیل سامانی میگذارند با سپاه آنشان.
و همون امریلایز ترک میکنند. نصف سپاهیان امریلایز جانب اسماعیل سامانی میگذارد. این سیاست دوراندیشانه است و سیاست دوراندیشانه مثلا پرزیدنت مملکت ما پیشوای ملت امام علی رحمان هم یک عمومیت دارد، مشکل ها را پیش میگذاشت و میگفت خیلی شما اگر توانید مرحمت پیشنهاد کنید چیکار کنیم و با همین زبان میافت، با همین مثلا دولت حمایه میکرد، رو هم میکشد، دشواری ها را پس سر میکرد. همین عمومیت ها مثلا دشواری ها داشت در نوشتن. اکنون خدا کرد که همین تمام کردیم و خواننده عزیز بونیکی قبول کند. سلامت باشد استاد عزیز. پس ظهور نوین اسماعیل سامانی مبارک همون باشد. سلامت باشد. برای شما به حیث مؤلف، برای ما و برای بیننده بسیار هوشمند برنامه ما به حیث خواننده که نصیب کتاب را به دست میگیریم و مطالعه خواهیم کرد. باور کنید که ما همین قدر مبارزه های مشکل پس سر کردیم. قریب 5-6 سال مبارزه ها، تلاش ها که قماندان ها مثلا اکثرش نمیخواستند صلح سازیشن، سلاح دارا. ما همین مشکلات پس سر کردیم. یک دولت مثلا صاحب استقلال و دولت علاهده و دولت جهانی ساختیم. تاجیکستان را در خطر یک 204 دولت عمومی جهانی میشناسند. ما صاحب پایتخت هستیم، صاحب دولت ملی هستیم، صاحب سرود ملی هستیم، صاحب پول ملی هستیم، صاحب زبان ملی هستیم. این برای ما افتخار است. همگی در دنیا 200 دولت هست که یکی از این دولت ها با پرچم ملی و با نشان ملی، با سرود ملی همین تاجیکستان عزیز ما. و ببینید که چقدر دشوار بود. همون هیکل اسماعیل سامانی رو با دشواری ها ساختن و ببینید که بعد هیکل سازی اسماعیل سامانی در همون میدان بزرگ کتابخانه ملی ساخته شد، موزه ملی ساخته شد، نشان ملی ساخته شد، پرچم ملی برداشته شد، قصر ملت ساخته شد. من در دنیا بسیار گشتم، قریب 50 دولت دنیا رو دیدم، لیکن همین رمزی که همین عنصرهای ملی دولت دوله در یک جا گرد آورده باشد قریب وجود ندارد. من با نزدیکی در توشکن بودم، پرچم ملیشون در یک جا هست، نشان ملیشون در دیگر جا هست و هیکل مثلا امیر تیمور در سیوم جو هست. این پراکنده هست و ما توانستیم که مثلا همون عنصرهای دولت دوره ملی را یک جو گرد آوریم. توانستیم ساخته و ما باید همین دولت ساختگی را همچون گوهره که چشم نگاه داریم و ما باید فرزندهای تربیت کنیم که وطن دوست دارن. ما باید مثلا همون رسم و آیین‌های مثلا عنعنوی را پاس بدارند، زبان ملی را پاس بدارند. مثلا انقلاب علمی کنند، انقلاب دانش کنند، دانش از خود نمایند، دانش از خود کنند، با دانش پیش روند، وطن با دانش حمایت کنند، وطن با علم و با خرد و با زیرکی سیاسی و با عقل توان و با هوشمندی معرفی نمایند به اهالیان. آرزوی من این است.